بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. دوستان عزیز، همین ویدیو را کم کش گوش کنین، بینین و ویدیو را تا آخر گوش کنین. انشاءالله که امیدوار هستیم که کمی هم باشه با خود یگان چیز از حدیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم با خود میگیریم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. السلام عليكم. Ну-ка. Я говорю, вы не соответствуете этому гражданину, который на... بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان به نهایت با رحم. برادرانی که در ناموسی برادری خود خیانت میکنی، پیش از همه تو در ناموسی خیانت میکنی. حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که اتقوا قهر الرجال، یعنی تو از غضب مرد بترس که اون مرد غضبناک شو، هر اون کاری که بخواه یعنی در تو میکنه همون کاره. در حالتی که دوستانی عزیز در ناموسی او خیانت میکنین، با بزمی آنی که در ناموسش نعوذ بالله خیانت کردین میکنین، با گاب میزنن که زورتا فلان و بهمدان میکنین. عیاذا بالله. یک برادر در ناموسش خیانت کردن، میگه برادر با چی خاطر در ناموس من خیانت کردی که من قطعی خاندانی شما رفتاینم، قطعی اگون کسون گاب نمیزنم، با چی خاطر در ناموس من خیانت کردی؟ من چی ضرر داده بودم؟ با سبب آنه که بپرسه که بخشش برادری من خطا کردم، یعنی زنی تو فاحشه بوده است، یعنی اگر که شما خیلی جوان هستین، یعنی بگو که برادر زن فاحشه، یکی اگر دیدی خطاگیشه بگو دوست عزیزی من، برادری من زنت هم خیلی بیرهای، بیا از زن جدا شه، ما جوان مرد وارد را یاردن میکنیم، زن بگیه. اما متاسفانه این کارا نمیکنه، در ناموس خیانت میکنه. این برادر زنگ میزنه میگه ای برادر در ناموس ما چرا خیانت کردی؟ یعنی بخشش نمیپرسه، با میگه که زور تا فلان بهمدان میکنیم، گابزن باشی بیا گابزن. عیاذا بالله. پیش از اینکه همین کارا میکنین دوستانی عزیز، حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، حدیث رسول الله حکمت داره. هر یک چیزی که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما و شما امر کرد و گفته است، اینها یک حکمت دارند. از غضب الله بترسین. اتقوا قهر الرجال، یعنی شما از قهر غضب مرد بترسین که مرد غضبناک شوه دیگه نمیفهمه چی کار میکنه، یعنی شاید که ترا بکشه، یعنی خاندانی ترا یگان کار در حق شما میکنه. با همون خاطر دوستانی عزیز، پیش از این که یگان کاری بدبختی را انجام میدهین، فکر کنین که آیا همین کار در فایده برادر ما و شما است یا در ضررش. دوستانی عزیز، نشونه های قیامت، علامات یوم القیامه، علامت هایی که روز قیامت هستند، الکی نهتش در همین جامعه وجه هست. از مفهوم حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم برای شما حاضر شرح میکنم، میفهمونم. یک از نشونه های قیامت دوستانی عزیز، کثرت النساء، یعنی زنها به نهایت زیاد شده هستند. این حال در جامعه با یک مرد 9 زن میرسه. اما متاسفانه مردهای ما مبدل تغییر میوان به زن. ترانسویستی چون میگن، ترانسکسوال چون میگن، اعوذ بالله، هم خیلی شدگی هستند. و دیگه نشانه قیامت کاسیات العاریات، زنها لباسی تنگ میپوشند، مردهای بیگونه را شهوتهاشون بیدار میکنند. این دیوم نشانه های قیامت است دوستان عزیز. و سیوم نشانه قیامت یعنی کثرت الخمر و الزنا فی بلاد الاسلامیه، یعنی زیاد میشوه عرق نوشی و زنا در مملکت های اسلامی. یعنی برادران مسلمان های ما و شما یعنی زنا بسیار میکنند. خداوند همه ما و شما را توفیق میده. همه انسان خطا میکنه، خطایی داره. کلنا خطاؤون، همه ما خطاگر هستیم، خطا میکنیم. و خیرنا التوابون، و بهترین ما اون است که توبه میکنه برای گناه خود. و چهارم اینها یعنی موت الفجر، یعنی موت الفجر. چهارمی از اونها یعنی مرگ غفلت. خداوند ما و شما را از این مرگ غفلت نگه بداره.
به نهایت زیاد شده است. متاسفانه در همین مسکو یعنی مرگ توجیک یه روز پس دو روز پس میشنویم که یک توجیک ماشین زد، یک توجیک از زدن کشتن ماشینش گرفتن، یک توجیک لط کوب کردن یعنی خول کردن مرد. بسیار میشنویم و میبینیم خودمون بر چشم. با همون خاطر دوستان عزیز دعا کنیم که خداوند از مرگ غفلت نگه بداره ما و شما را. و پنجم یعنی به قتل الخنازیر یعنی کشتن خوک از مفهوم حدیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم به حد زیاد می شود که حتی حضرت عیسی علیه السلام میفرای آخرون خوک هوای میکشه. یعنی یک دو هفته پیش تقریبا یک برادر توجیک در جا و مکانی کار میکرد که در اونجا خوک بونی میکردن و خوک میکشتن. روزش 150 تا خوک میکشتن. یعنی در همی بین همون برادری که خوک میکشت همون جین زد، یعنی از راه دور آوردنش پیش ما الحمدلله خوندیمش ساز شد توجیکستانش روان کردیم. یعنی دوستان عزیز هر اون چیزی که الله سبحانه و تعالی حرام گردانده است، ان الله اذا حرم شیء حرم ثمنه، هر آینه هر اون چیزی که الله سبحانه و تعالی حرام گردانیده است پس مزد آن هم حرام است، پول آن هم حرام است، فایده آن هم حرام است. با مخاطر دوستان عزیز و پدران عزیز و مادران عزیز پیش از این که از فرزندان خود پول میپرسین بپرسین که پسر جانم در کجا کار میکنی، پول تو از کجا میآید، جا مکان تو چگونه است، در کجا خواب میره، با همراه کی هستی، با همراه کی ششت خیز میکنی، با همراه کی رفتار میکنی. متاسفانه همین چیزا بپرسین که فرزندهای شما در چه حالت هستند. در غریبی به نهایت مشقتی داره، غریبی به نهایت سختی داره. با بعضی برادرها میشینیم صحبت میکنیم، یعنی حجامه گیری میریم صحبت میکنیم، برادرها میگوین که پدرامون میگن نیاین که جا میاین بیستین کار کنین، میگه یک سال یکین سال میشه همجا هستیم، پدر میگه نیاین. پدران عزیز رحم کنیم به فرزندان خود. خداوند ما و شما رو برای کار خلق کرده نیست. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من آفریدم جن و انس رو مگر به خاطر عبادت. پیش از اینکه پول میپرسین بپرسین که پسر جانی من نمازات میخونی، پسر جان من روز جمعه میره که الجمعه للجمعه مکفرات لما بینهم، مثلا از این جمعه بر جمعه دیگر گناهاتون خداوند میبخشه. آیا نماز جمعه میره میخونی و نمیخونی، در جماعت اشتراک میکنی و نه؟ از این یعنی از این سوال ها دور هستیم. و ششم نشونه های قیامت تطاول البنیان یعنی آشخانه های بلند می شوند، یعنی دام های بلند به نهایت بلند می سازند. این یکی از نشونه های قیامت هستند که دام های بلند می سازند. این یکی از نشونه های قیامت هست دوستان عزیز. ششم نشونه قیامت یعنی آشخانه های بلند می سازند. و هفتم نشونه قیامت انتشار المعازف والاغاني بشكل كبير، يعني موسيقي و بیتخوانی به نهایت زیاد می شود در جامعه. زمانی پیش در هر یک خانه یک قاری دو قاری بود، حاضر متاسفانه در هر یک خانه یک حافظ دو حافظ هستند. یک از نشانه های قیامت از دوستان عزیز. و هشتم نشانه قیامت الفتنه والفتنه ثم فتنه، یعنی فتنه هست و فتنه و بعد باز فتنه. یعنی نشانه های قیامت به نهایت زیاد شده است که فتنه اندازی در جامعه به نهایت زیاد است که خبر میارند بین همدیگر جنگ جنجال بین یک و دو در اینمی فتنه هسته. خبرکشی یا همین کارهایی که در جامعه هسته این از مسلمان نیست. غشاشی، خبر اندازی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفرماید من غشنا فلیس من، هر کسی که غشاشی میکنه از ما نیست. من خاطر دوستان عزیز حرکت کنیم، با دعا باشیم که از این گونه انسان ها نباشیم. و نهمین نشانه قیامت تشبه الرجال بالنساء، یعنی مرد مشابه میکنه با زن، لباس های زن میپوشه.
یعنی مرد، یعنی پوشاک یعنی ریش داره، حتی پوشاکای زنکی میپوشه با خاطر پریکال، با خاطر یعنی مردم بخندانه، با خاطر که مردم ببینن همیره، با خاطر رولی که پرنگ و دیگه یکی نشونه های قیامت هستن. بدترین انسان از خدا همون انسانی است که لباس زن با خود می اندازه، یعنی لباس زن خود با خود می پوشه و خود را مثل زن می گردانه. عیاذا بالله. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه از غفلت مرگ و از این بیماری هایی که بعضی خودشون ترانسکسوال میکنن. یک بیماری است، یک کسلی است. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه. خداوند همه ما و شما را توفیق بندگی عطا بفرمایه و برای راست همه ما و شما را هدایت کنه. و من یهدی الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له. هر شخصی که خداوند هدایت کنه برای او یگان گمراهی نیست. هر کسی که گمراه شده باشه خداوند